ببینید ما عین حال فکر میکنم با این وضعی که ما داریم تقریبا همه ترکیب های اون معلوم است که جانبی که ما اون را حال حکومت میگوییم و یک بخش اعظمی تاجیکستان اصلا قانونی بودن اون را اعتراف ندارند. اینها یک استراتژی دارن که استراتژی اینها بقا بخشیدن به حکومت خانوادگی امام علی رحمان است. کلی همه اهداف دیگر اصلا مهم نیست. تنها تقویت حکومت خانوادگی در زیر نقاب زنده بود قانون اساسی، صلح، وحدت و در اصل هیچ کسی در تاجیکستان زیادتر به وحدت ملی آسیب نمیرساند که ساختارهای حکومتی. ببینید ما حداقل در 10 سال اخیر وحدتی که در تاجیکستان داریم شاید در هیچ زمان ما نداشتیم. کادهای فرهنگی بدخشان شروع نمیدونم از تاقی و خانی تا موسیقی و دیگر سر تا سری شدن دارند. در پنجکت، ایسفره، نمیدونم در هر کنج دیگری تاجیکستان از تاقی های بدخشان میپوشند. در بدخشان از تاقی کلاب میپوشند و این گونه یک شدن کادهای فرهنگی واقعا بر ضرر اینهاست و اینها همینا خوب میدونن و اونها چون میدونن که بدخشان مرکزی مقاومتی شهروندی، مرکزی مقاومت با ظلم، بی‌عدالتی، بنابر تربیه و بنابر ارزش های همون مردم هستند، اینها البته مبارزه را دوام خواهند داد و من در این شکی ندارم که اینها با بازی های گوناگون و در این بحث در وظیفه ماندن یا نماندنی رئیس ولایت یا رئیس شهر خاروخ اصلا برای اینها مهم نیستند. ما در تاجیکستان چند تجربه دیگری قتلی غیر دادگاهی را داشتیم. من خوب در یاد دارم اون یک شب را که چگونه شکرجان ظهورov رئیس پارلمان تاجیکستان مثل بره در روی تابه آب بازی میکرد، زیرا پرزیدنت امام علی رحمان از او خواهش کرده بود که باید او برود و بحث میرزا خوجه احمدوف و میرزا زیایوف را باید در طویل دره تنج کند. اون نمیدانست که اجرا کند یا نکند و اگر او میرود کشته میشود یا زنده میشود. ولی ببینید نقشه قتل میرزا خوجه احمدوف ناموفق ماند. چرا؟ زیرا میرزا خوجه احمدوف نفری بود که یکی از افرادی که در قتل‌های دیگری غیر دادگاهی 2 دقیقه کم گنرال زخرف یکی از پشتیبان‌های مافیازی در دوشنبه وقتی از جانب میرزا خوجه احمدوف کشته شد، این بحث با آخر رسید. شکرجان ظهورov برای یک مدت باز هم سری وظیفه بود. قتل غیر دادگاهی میرزا خوجه زیایوف معروف به جگه، این هم از نمونه های قتل غیر دادگاهی بود. کجا شد اون قاتل؟ اون قاتل در ضمن عملیات برزیدی از بین بردن حاجی حلیم نظرزاده از جانب خود حکومتی ها تصادفاً یانه کشته شد. نفرانی که او را به خاک سپردن، من نام و عنوانش را مخصوص نمیگیرم برای احترام به اون فرزندانش و خویشاوندان و ایناش، ولی اونهایی که مرده را شوشتن دیدند که چی جراحت های داشت اون آدم. گروه حاجی حلیم نظرزاده سنگین ترین اسلحه هاشون ارپیکه بود یا پولمیات کلاشنیکوف، ولی جراحت هایی که این افسر داشت اونها چگونه بودن؟ کلی مرده‌شوها، امامان، جنازه خوانها و خویش و تبارانشون دیدن که از دستی کی کشته شده. و مطمئن باشه
قاتلی گلبدین در عملیات‌های نوبتی از بین خواهد رفت. اونها اصلا مهم نیستن برای این نظام. میرزا نباتوف اصلا مهم نیست برای این نظام. رئیس شهر خلق اصلا مهم نیست برای این نظام. اونها در ادبیات سیاسی اینها نام دارند رزخودنی متریال. رزخودنی متریال استفاده میشن و دور خواهند از اونها را پرتافت. ولی وضع چگونه خواهد رفت؟ من بر اون هستم که این وحدت و دستگیری که این بار و همایشگران خاروخ داشتند ما در این تاریخ 30 سالی نداشتیم. از تمام نقاط تاجیکستان اونها را جانبداری کردند. در 2 روز اول فابریکه جواب و فرمه جواب و نمیدونم دیگر ساختارها و کنشگران جامعه مدنی صنعی که از جانب حکومت تقریبا 10-15 نفر فعالیت نه، اونها گنگ بودند. شما اینا ما خوب مشاهده کردیم. چرا؟ چون دستور نداشتند، حالا نمیدونستند چی بگویند، ولی بعد هر چی گفتند مردم باورشون نکرد و این فیلم رو هم که حال ساختند مردم با اونها باور ندارد و مردم میبیند و میپرسد که یادگار فیض خودش اقرار میکند، میگد اون بچه ها گرفته معاون پروکورور را از او گفتم بیا رویم نزد رئیس حکومت ناحیه. یک نفری که میخواهن اونا مجازات کنن، یعنی که میخواهن یک عمل غیر قانونی کنن، اونها میروند نزد رئیس حکومت. یعنی اونها باور دارن که رئیس حکومت اینجا نماینده پرزیدنت و نماینده قانون است. عدالت خواهی میروند با اون همه زوری که دارند، با اینکه حق هستند میآیند نزد حکومت. ولی ببینید با این که یادگار فیض از این قضیه آگاه بود، او دعوت نکرد این جوانا را با دیون باره. بعد که اونها خودشون چندین روز بعد طلب کردند، بعد از اون قبول کرد. و یادگار فیض باز هم در اونجا دروغ میگوید که طبق اطلاعی که ما در دست داریم رحمتی گلبدین بازداشت و شکنجه شده بود. این مردم بودن که گلبدین را رفتند و زیر راهبری با میان روی یادگار فیض را آزاد کردند وقتی باری اول بازداشت شده بود. اگر این قضیه حل شده نمیشد، چرا رئیس ولایت حداقل 2 بار گلبدین رحمتی را به حیث یکی از پیشوایان لیدرهای افکار جمعیتی دعوت میکند در معرکه مهمترین حکومت که از جانب کی در بدخشان راه اندازی میشود؟ البته از جانب رئیس حکومت، از جانب ستاد مشترک یا ستاد بوزماکوف. و گلبدین میاد در قطار اونها میایستد، سینه سپر من آمادم به واروخ بروم. و همچنین برخورد دیگر یارانش در مسئله پنشیر، واروخ و هر منطقه دیگری تاجیکستان. من هیچ شکی ندارم که این قتل غیر دادگاهی نقشه تنها و تنها از خودخواهی اون فرمانده آمده است. من نمیدونم این فرمان را کی داده است و کدام جزء تامهای اون را اجرا کردند. از کمیته دولت امنیت ملی هستند یا از میلیسا یا از دیگر، ولی هر کی نباشه اونها در اطاعت ستاد بوزماکوف هستند. بوزماکوف در اطاعت شخصی سیمومی یتیم افتاد و مسئول این کشتار اینها هستند. اینها باید جواب بگویند. ولی من 100% با اون باور هستم که مردم خاروخ، حالا اونها در 2 روز اول اصلا طلب سیاسی نداشتن، کلی طلبهاشون شهروندی بود، ولی نشد طلب استعفا کردن. اکنون من 100% باور دارم که طلبهای عدالت‌خواهی در تاجیکستان زیادتر خواهد شد. حالا ما میتینگ های نوبتی رو هم خواهیم دید. من باور دارم که همایش‌های اعتراضی بعدی اطراف بازار سلطان کبیر و بازار کاروان خواهد بود، چون حالا رستم امامعلی با یارانش تلاش دارند که با مقصدی به دست گرفتن بازار کاروان
و این اولاد خال مشرف وظیفه های دادن و تقریبا 40 یا 50% اون بازار را گرفتند و اکنون بخش دیگری اون رو هم گرفتن دارند و این معلوماتی که حالا به سامانه های مخالفین روان میکنن از پشتی خال مشرب و دیگرها، اینها کار دستی دوستان رستم امامعلی هستند که با دست مخالفین میخوان اونها را کنند. من باور دارم که بحثی بازار سلطان کبیر نیست در بایش همایش‌های اعتراضی خواهد بود و از نگاه من این تابستان و تیر ماه برای اعتراضهای مدنی در تاجیکستان بسیار حل کننده خواهند بود و فکر میکنم که در پی این اعتراض ها صنف سیاسی نو با چهره های نو و جای هم به چهره ها و حتی به فرانتمن ها رو خواهند آمد و اونها باعث تغییرات کلی در تاجیکستان خواهد شد. من بر اون هستم که این بار قضیه خاروخ خیلی هم وسعت دیگر پیدا خواهد کرد و تشبث از این به بعد دیگر به دست ظالمان نخواهد ماند.